الو. بله السلام علیکم. علیکم سلام آقا جان. بله خوش آمده مادر عزیز با برنامه صدای مردم. آقا جان و من میخواستم که صحبت کنم. ولی با فکرم که صحبت ما در برای گیس روغون به فکرم خطا نکنم. بله بله صحبت ما در باره نیروگاه برقی آبی روغون است. بله. ما همین خواهد گفتنیم که نیروگاه با ما چی در کار؟ روغونی با ما چی در کار؟ ما زنای تاجیک یک شما خودم یه زنی بیوزنی که 3 تا فرزند دارم. بچه ما اینوالیت است. اتای ما اینوالیت است. داشت اکای ما اینوالیت است. در تاجیکستان ما در یک اولیا میلیون که زندگی میکنیم. ما 4 سال شد داوچیت زمینم که مرا حکومت زمین به توسط ما چرنوبل خدمت کردی. چما پرزیدنتیم ای نیروگاه های چیز ده اویلوش چیزاش تامین کنه چیکار میکنه که نیروگاه با ما چی مسئله نداشته باشیم. همون کدیس ای سالی که یا دارم کودکم نیروگاه به کار هیچ نه سویت دیدم نه هیچی را. من همین خواهش دارم که کامی که پشگیری پرزیدنت چون میکنه پشگیری امومالی شون میکنه خطا میکنه. خیلی پشگیری رو میکنیم پشگیری زنای تاجیکی خطا نکنند. اداره مردم اشاره مردم جمعش کنین حساب وطن تو نابود کنین تو که ما تکونی ورسو را رفتن میگردیم تو که ای ساعتی 6 سر میریم نصف خونه ساعت چنده که ما زیر کار برمادم در مترو نمیره در فرمادم که ما صحبت کنم. بله یکی نکتر نمیگم گپاتون جان دارم مادر عزیز گپاتون جان دارم. بله ما تو بچه زمینم که من 3 تا فرزند دارم در خونه ما یا پنسیه و تایمه پنسیه چیه هیچی نگی من هم خبروجیت میکنم میلیون تا مکتوب ما با پرزیدنت کردیم که مثلا ما کودکم ایداری مردم جمع کنم چون نمیکنه. بعد که گفت زدی اون تو خواهینی ملتی تی فلانی تی بیمدانی خیلی مولنیا دموکراسی باشه ما باید ازاد گفت زنیم چکا کنیم تو که بوده که من 6 ماه ما کودک 6 ماه را پرکتا اومدم کودک شیرخره لیکی جو راست میگه اینه که پدری ما اینوالیت های اکای ما اینوالیت های بچه کلونی ما اینوالیت های ما باید پنسیش دقوری کنم. ما یک دکتر میرم دکتر میگه 10,000 سومان بیا ما یک پادکیست میکنم میتونم من 10,000 سومان داشته باشم چرا پنسیه دقوری میکنم بچه من. بله از برای الله بخیزین گرد زنی وطن تو نابود کنید تو گاه زنی تو جیگ آورا میشه من در ملک مردم بیناموسن مردم همش بیناموسن بیناموس نباشن چی گپ نمیزنن میترسن ای مورا میکشن ای مورا میقپن یگون تد نترسین ما زنای ما چیم ای مردکای ازیره دکو با غیرت هم که میخوایم گپ زنیم بخیزین چون نمیخیزین تو که ما در شهر مردم تای کنی ورسو هم میرمیم ما دو سنبول بتن در خانه که الله با ما فقط صبر بته یا ما هم قمستنیم که اگر من همین جانو بیایش نمیده تا باشه من چیکار میکنه بکنه برای که من 50 بار پیش جناب عالی مکتوب روی کردم که من قریب 2010 چند ماه عریضه دارم در حکومت که برای زمین بته پر کنم نمیتن پول میگن من پول داشته باشم میرم زمین میخرم. ایده روغون رو در گیس داید یک دومه که بردار چی بیوزن یا چی در کوچه موندگیان جمع گر چونکه چی قدر تا صوبیت میرسه چرا خدمت کردی آدمو کیم چی خیلی در شرایط دیگه نگه که چی قدر ورا حرمت میکنن چی قدر ورا وجد میکنن چی شون میکنن در تاجیکستانی ما چیه و تایمه یا پنسیه میگیره پنسیه با ما یگون تشنه میرسه این ولی تای نمیتونه چیکار کنیم با کی مراجعت کنیم. بله هیچ کسی نمیکنه هیچ کسی گوش نمیکنه. از برای الله فقط اما قدر خواهش دارم که همین جناب یاد مرا شنویده سباشم و اینه در ملک مردم در غریبی برای دوستم بول که سه غیره ما پدری ما مادری ما گشنه و تشنه نباشه که ما این ولی تای او قوای کاری نداره. بله بله خوبی که مرا شنویده سباشه دون گفتی به خدای نبایننگه که اما یه زور اومده همه یه بیناموس های خودمون میگن بیناموس های دایوسمون که
زنیستان مسکو نمیاد چیکار کنه در تاجیکستان چیکار کنه که مسکو نه کسا غیره ما را نون میده چون که یک کم تر وظیفه دارم بعد با ما را هر چی گفتن میگنه نداره چیکار کنه از برای الله یکون گپی سوسن نگن بخدا که ظلم آمد من گپ زدم. بله. گوش کنین مسئولان این کشور نفرانی که مسئول هستین صدای زن گوش کنین. کجا؟ بله بفرمایید شما رو گوش میکنین. اینجا ده همه مرا گرد که کجا من در درنی میترویم همه مرا گرد کده الله نگهبان تون باشم و گپای زگیمه زدم. خب سلامت باشین تشکر زیاد که کجا الله نگهبان تون خب سر بلند باشین. بله خب بله تشکر زیاد.